سلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به افیر ما. صافی جان خوش آمدید، خواهر جان امینه است. سلام دوستان و علیکم السلام، خوش آمدید. سلام علیکم امینه اپا جان، امره مواری خواب نداری. خوش آمدید. کسانی که به افیر ما آمدن دوستانی عزیز خوش آمدید یک بار دیگر. از همه شما منت دارم که در افیرهای ما اشتراک میکنید. خوش آمدید. ادمینکا جان ساز خوبی. رحمت صافی جان ساز می شما نه سلامتیتان نه. اهل و آیله خانه مادر پدر همه نه. ما به ساعت 11:48 خوش آمدیدتان یک بار دیگر. ما به ساعت 8:48. شما کدام شهر به امینه؟ کامیلا پرنسس خوش آمدید. کامیلا پرنسس شکرانه الله ساز ادمینکا خیلی ساز باشید صافی جان. چی گپ و کارا، چی نویگری ها. آیشه قزاقستان به ها قزاقستان به اما 2 ساعت پیش بودستی ها مسکو. کامیلا پرنسس خوش آمدی خواهر جان. سلام علیکم. و علیکم السلام. صبح شما هم بخیر و شادی باشد. دوستان عزیز، کسانی که نو آمدن خوش آمدن یک بار دیگر. از همه شما منت دارم که در افیرهای ما اشتراک میکنید. امینه جان فهمان نوشتین. ما هم قطعی اسمینه خان خستیم، گفتم که همتر صبحانده افیر کنیم، گفته افیر کنیم. این اپچه هاش نوشته هاشش ما با ساعت 8:48 میشه 8:50 شده کنیم. ما 8:48 8:49. رحمت برای لایکاتان دوستانی عزیز. از همتان منت دارم. بی عایشه سلام علیکم اپا جان. و علیکم السلام بی عایشه، خوش آمدی خواهر جان. چخیر شما نه سلامتی ها نه اهل آیله پدر مادر همه نه. دختری من عیساتی هفت میخزد امیره نگاه داره میشینم. یعنی منم هم خیل صافی جان ساعت 7 نشده بعد برابری پدرش میخزد خودی که کار بمیردیم. هم موقع حرکت میکنم که نخیزت کمتر خواروت نه با میخیزد خسته میگیرم. من تا الان چخه خواب نیده میشینیم هر دو ماچو بچه. چاکری صافی جان هیچی. آیشه جان مایم دستگیری کنید. مایم دستگیری کنید. معلش امینه جان کانال هست میشما با من بعدی افیر شما ویدیوتان صاحب مانم چی بنیه دستگیری میکنیم خواهر جان. خواهر میشما اپا میشما بعدی افیر انشالله من ور میکنم صاحب مانم ویدیوتانه انشالله. خواهر و برادرای ما دستگیری میکنه کانالتانه. اپا جواش نوشتاشش ما با خالش نوشتاشه خالش ما پوشیداشه. دوستانی عزیز کسانی که نو آمدن خوش آمدن. امینه جان سیلکمان دوستانی عزیز میدرایم آبونه میشید کانالشان دستگیری میکنیم. بی عایشه هم دوستانی عزیز سیلکماندن میدرایم دستگیری میکنیم کانالشان ویدیوهاشو تماشا میکنیم. دوستانی عزیز یک گپ ده همین
همین که ما همین خود ما دستگیری نکنیم، ما آدمای بیگانه دستگیری نمیکنیم. عزیز شما فکر نکنین ما مثال کانالاشون پیش رفتگی که همنا ما دستگیری نمیکنند و یا ما پسند نمیکنند، وقتی ما گپ هم نمیزنند. ما همین حرکت کرده خود ما دستگیری کرده به پیش میریم انشاءالله. من همین یک ویدیو بود، یک ویدیو همین چند تا همین بلاگرها به زنگ زده، چند تا بلاگرها به زنگ زدن گفتم که چی همین ویدیو دستگیری کن تا همین دخترچه شود، همین دخترچه سومش جمع شود، همین دخترچه درست شود. گفتم یگان تاش پسند نمیکنه یا فکر میکنن که یک صاحب ماندنی و ها مثال چی میشه باعثی به پیش رفتن کانالی ما میشد. نه مثال همون چی هاشون باید شود صومی همون دختر جمع شود نمیگیرم ویدیو و دلیل میکنم من به اول ویدیو مثال حالی من کانالم منیتیزاسی ندارد مثال یگان چی وای نمیشد پروستا ویا نمیخواهند حق است راست کودکی بیگناه عکس داد پروستا ویا نمیخواهند. دوستانی عزیز ما همین کانال های خوردارا خودمای وای میکنیم دستگیری میکنیم با پیش میریم نباشد دیگران ما با پیش رفتن نمیخواهند. دوستان سیلکا مانتا من بعدی افیر هم ماتان صاحب مانه کدامه که سیلکا مانده اوه ماشالله ما میمونم همین دختری توتی ترم با میمونم. توغری گفتید من چقدر آدم ها با آبونه شدگی لیکن دستگیری نمیکنن. راست مثال همین افیرا آبونه توگمه همه آبونه شدنی تو که مثال از تو یگان سوم نمیرد. راست می از تو مثال هر روز از تو سوم نمیگیرد این خیلی نمیشه آدم. من تا حالی دستگیریشان میکنم. رحمت امینه جان برای دستگیری هاتان رحمتی جان ما هم دستگیری میکنیم شما نه. من امینه جان بعدی افیر انشاءالله صاحب شستم منم شما من مثال یک صاحب شستم منم همون با این تلفن یک توگمه تلفن هم خیلی زیر میکنیم ایمانی و یگان کاری ورزمین نیم مثال یگان جاب نمیری برای صاحب شستم موندن یک دستگیری میشه. یک همون آدمی کانالی نبدار به یک دستگیری میشه و بیچاره هم با امید کانال کشودگی که کانال هم پیش رود بوده مثال هیچ کی دستگیری نکنه دگر دل مانده میشه ده رحمت خواهد نمیارزد. امینه جان نمیارزد. من انشالله بعد افیر میمونم صاحب شستم. من هر بار افیر کنم همه افیر آمنده میخوام من بعد افیر بعد ثانی دخترچه رو میخوابانم و افیرم رو درامده سیلکه میکاوم که کدامه سیلکش هست من چی کنم گرفته صاحب شسته مانه هم گفته میکاوم سیلکه های و دلیل نکن تان. دوستان عزیز کامیلا پرینسس بونه حالی ویدیوهات تماشا میکنم کامنت میمونم. رحمتی کلان کامیلا پرینسس کامیلا جان شما بام ویدیو هست می کانال هست می شما بام کانال باشه شما هم دستگیری میکنیم انشاءالله. امینه اپاش مودم شدم آبونه حالی ویدیوهاتون تماشا میکنم. تماشا کنتان دوستان عزیز همین همه ما برای شما هست دوستان عزیز.
کمتری بعد هم و شما یک چی ویدیو کار پرتایم هر روز حرکت میکنیم. همین چون آدم ها پاپیسات میکنن با پاپیسات میکنن من حیران. پاپیس چیکان بیسته بود سیزده گفته شد. وای امنه بیبی آیشه جان اگر کسانی که مثال میگم دیگه که همیشه همیشه که یک تلفن به دو تا سه تا اکانت شدگی که مثلا دیگه اکانت هاشون که شما پاپیسات کار باشن و خودش تلفنشون دیگه اکانت انده باشه دیگه یوتیوب تازه میکند اکانت هایی که خواب رفتگی میگن میبین اکانت های مثلا ریت که میدارن که اکانت ها برای پاپیسات کردن یوتیوب هم خیلی تازه میکند. نو بعضیشان هستن که خودشان مخصوص پاپیسات میکنن خودشان رفت من چی تماشا میکنم توی یا یگان خیلی اکنم خیلی گفتده لیش نه من یگان کس پاپیسات نمیکنم مثلا ایفیرا به اشتراک کنم مگر سیلکم اونم میدارم پاپیسات میکنم میگو که من شما با فلانچی پاپیسات کردم شما هم من پاپیسات کنید میگم سحر میخزم با گم نیست با سحر میخزی با گم نیست. ما یک تا کانکورس به اشتراک کردیم یک بار پاپیسچیکا بالا رفت بعد سحر میخزم 20 تا 25 تا پاپیسچیکا نیست گمده زیق مشدم که خودم گفتم اینا خودشان مخصوص پاپیسات میکنن یا که یوتیوب تازه میکنه نخواد که یک بار خیزد 20 تا 25 تا آدم پاپیسات کنه زیق مشدم. همین پاپیسچیکا تا همین 1000 بار رفتن همین خیلی دوستان همین پاپیسات میکنه یوتیوب تازه میکنه زیق میکنه 1000 که بالا شد بعد ثانی آسته آسته نقض میشه. رحمت مایا مبنه میشن فهمم. دوستان عزیز اگر که شما راضی باشید برایش با یک سرود زمزمه میکنم سرود اگر آوازم اینقدر نغز نیست و الهامم بس یک سرود زمزمه کنم چی به دیر فیلم میکنی در مینکه جان این نیه صافی جان من ای شب هم ایفیر کرده بودم دین پریروز نیو پیش پریروز هم کرده بودم ایفیر شب هرم از بانک قرض گرفتگی ها از بانک قزاقستان می امنه جان نه من کانال ندارم اپا چیکم ها رحمتی کلام کاملا جان رحمت یک کانال کشید ما شما دستگیر میکنم میدانم شب تا ساعت 12 شب همیشه بودیم ها نه من پرسته ساعت جمع شود گفتم همیشه افیر در گرانده ماندم بعد ثانی دخترچم بیدار شد نمیشه شکمشه سیر کردم بعد دیدیم که افیر وای شخ شد استاد چسبیدی استاد آخه 3-4 روز پیش بود با ها راست صافی جان راست بعضی وقت میشه که این دخترچم نسترینیش نیست ثانی بعد نمیخواهم که مثلا دخترچم چه خیرین کرشنن من ایفیر کنم بعضی آدای گوششان به نمیفارد راستی که پیرشان میداره خالی بچه که مثلا وایرا میشد یک منوت با زیق میشم سرازم میبرم مثلا برای ایفیر کردن خیلی پریات نیده اون طرف تلفن یکان کس گوش کریسته دو توی بنده غرین کریش نگه قطی کودک من همین یکان کستم زنگ زنم کودکش قطیش باشد و کودکش قطیش چسبیده آواز هست دوستانی عزیز آوازی من هست یک بار گم شد
افیر چسبید دوستان عزیز. هم قزاقستان کردید گرفتگی الماسل گپای ما رو خوانده شدین. خوش باشید امینه جان، تولدتان چنده اگر مخفی نباشد نستین. دوستان عزیز از همه شما من ندارم که در افیرهای ما اشتراک میکنید. زیبا نیستا 4 لایک. سلام علیکم زیبا جان، چخیل شما نقص سلامتیتان نقص سازین خوبین. رحمت زیبا جان شما چخیل نقص سلامتی ها نقص خرافت خستید. رحمت شما هم نقص خرافت خستید. کودکان نقص در مادر تاجیکستان همه نقص. رحمت شکر خدا خوبیم. شما پرسید ما نقص زیبا جان ما نقص هم داشتیم. بچه ها نقص خدا بشکر. من 1984 امینه 1984 بوده. الهیم نقص باشید. رحمت شما هم الها نقص باشید. فرزنده نقص باشن. پدر مادر همه وقت در سری ما فرزندان زنده و سلامت باشن. در حقشان همه وقت دعاگو می باشیم. من دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان. من دیگر افزونه‌ام با خنده های همران. من دیگر نادیر نیم در راهی حالی جهان. من دیگر مونه‌ام با خنده های همیان. جانی من آمدی 100 سال در دیر آمدی. جانی من خوش آمدی 100 سال گردیر آمدی. مرا بشناس با نفسی حقیقت. امینه اپا جان فهماز زیبر جان چند ساله دوگانه. صافیه جان چیریویت ایکه نستیم. چیریویت ایکه نفهمدم راستی. من میخواه کم سرود زمزمه کنم استم دوستانی عزیز که آوازم اینقدر نغز نیو. کم هم میخواه سرود زمزمه کنم استم. привет من بر وقت هستم عقل نیسته سلام دیم. این صافی جان شما بر وقت سلام داده بودید. شما یکم سلام داده بودید. وای ادمین که آمین خوشبخت ترین بودید. پدر مادر داشتید خداوند در پناهش نگهبان باشد. رحمتی کلان. این آوازه بین رحمت با این آواز کمتر خسته من کمتر شده بودم گریب شده بودم. حالی قدرم نغز نیه آوازتان ساز. از یک سرودی منیجه بحری شما زمزمه میکنیم دوستانی عزیز. مرحمت گوش کنید. دلی دردمندی مرا نبود به تو دوا. خبری قلبی مرا ای بیشنوی بی وفا. خبری قلبی مرا ای بیشنوی بی وفا. بیا لبی آب رویم در شبی مهتاب رویم. بی جویم از همراز دل با هم به کلاب رویم. بی جویم از همراز دل با هم به کلاب رویم.
دلی مرمندی مرا نبود به تو دوا خبری قلبی مرا ای بیشونوی به وفا خبری قلبی مرا ای بیشونوی به وفا آوازتان صافیه چند نفهم صافیه چاکدی لایکه من 2 ساله بودم که مادرم از دنیا گذشتن. آی خداوند رحمت و مغفرت کند، مادر شما جایشان جنت کند. زیبا جان 32 کمیله کجا به شما و اپی زیبا جان در وقتش گفتگی بودم در افیری اپی صداقت کو همینه اپا جان. خدا مادرانی که از دنیا گذشتگی خدا جاشان جنت و مغفرت کند، روحشان شاد باشد. زیبا جان اپا جان با یادم نامد چارتا الهیم خدا و رحمت و الله جاشون جنت کند. آمین آمین. ای خدا این نصیب این تقدیر و نصیبم چی نوشته باشد هم خیلی مشت است. مادرش ما بهترین آدم بودین که خداوند بر وقت در کار شدگی بودین، برای همین گرفته است. خداوند آدمای بهتری نمیگیرد، خداوند آدمای گنده نمیگیرد، خداوند آدمایی که به همه خداوند در کار، آدمای بهترین، آدمای پاک، آدمایی که خداوند و نزدیک همه آدمای میگیرد. بیا مرا یاد بگیر مونیس و غمخوار بگیر برای خود یارکی من یاد دارگی. آمین. راست آخی بیانید خواه همین من خدا مایم مثال کلان آدمی یک جای میفهمیم همین خیلی بینید خواه که مردین فلانچی و بیچاره آدمی نغز بود. یگان کس مثال آدمی گنده من یگان آدمی که بد باشد همون مرده باشد. وقتی رادبه از دنیا و تیمبالی وقتی رادبه از دنیا گذشته باشد سرازو جنتی میشد. همین در وقتی تولد فرزند اگر مادر جان تید جاش جنت میشد. همین خیلی گفته شونه بوده که بودن که وای میشد شهید میشد وقتی رادبه قین حقانی قین ادمین که زور نیکی کم کم سرایت خورسند میشویم. رحمت صافی جان رحمت منه دیل تماشا کردم اگرات کازت کنیتان بایون ناتانه پزه با جان آوازی من هست دوستانی عزیز. همه میرد از این دنیا. راست همین نزدیق نشوین این بندگی راست رهنده خداوند این همه پیش رقیب از یک لب همه میرنده همه وقت ساعتی خودمون که از این دنیا میرویم این دنیا و همه ما مهمان
راست. در این دنیای بی وفا یگان بنده نماند راست. راست راست زیبا جان. ای آچه مهربانکی قدانم، ای آچه برکتی به دستور خانم، تا آچه نبودم نمیفهمیدم، ای آچه علم های تو را میدانم، ای آچه علم های تو را میدانم، ای آچه جان آچه بودن قینه، گوهای دلم گلی سری آستینه، در آتش غم می سوخته می ساخته، وقتی که اگر گوی ولی شیرین است، وقتی که بگوی سخت ولی شیرین است. نماز روزه نماز روزه و صدقه میماند تمام. راست صدقه بهترین. بی سارا جان سلام خواهر جان، چخل شما؟ نقص سلامتی ها نقص خو رفت خیستی. بی سارا جان سلامتی چخل خواهر جان نقص. راستی گپ همیشه فقط بی سارا جان شما فکر کردیم که چی شد نقص خوابش برد یا نبرد می. راستی گپ زیق شدم باور میکنی بی سارا جان تا ساعتی 2 خواب نکردیم، شب 6 تام فکر کردم گفتم من فرزندی بیگناه عکس داد شدم زیق شدم گفتم چی به فکر کردم همون دختره زیق کرد. مالی من کار دارم رفتم، خدا از همه ما راضی باشد، خدا نگهبان باشد. رحمت زیبا جان برای کار شما به خداوند کار و بارتان با برکتیت نظر های نقص که کار برفته بید. زیبا جان بی سارا جان خواهر جان چخیر شما نقص. اپی گوری جان خوش آمدید. اپی گوری جان خوش آمدید. نفسی صافی جان دوستانی عزیز کسانی که نو آمدن خوش آمدن. مامو کنید مامو کنید. راستی گپ کم داری دیگه ساعت هم نرسته است. برای همین دوستانی عزیز تیز افیر کراسی هم که ساعت هم جمع شود تستر ضعف که فرسانم. میشه ساز شما هم سازن خوبه فرزنده سازن نی خوب کردین افیر کردین میشنه گوید آدمی که جا موزیق میشه میدرایم افیر. من ساعت 6 شد بود بیدار بودم خوابم نمیبرد شبا تا سحر بیدارم. راست بی سارا جان ایشه باخی و والمصف برکر آخی دبلینی هات بلند شد خواهر جان برای همین زیق شدم گفتم این دفع گفتم وای میکنم همین افیر هم ده گفت پسو بلند زدم بیگم کسی نمونم گفتم نی اکو منم وای کردی نی وای اکو نمیدونم شوخ کار می راست گفت میخوای منم زیق شدم آخی گپاش با یو افیر هم ده که خواهی وای به چی گپ میزنید برای همین بعد افیر کشتن بعد چقدر فکر کردیم که این بی سارا چی شد خونای بینیش ماند می نماند می. صافی جان خوش باشی جانم سازه خوبه کودکا سازن همورا میگم اپای گل جان که تیز افیر کنن.
مالش دخترها خداوند در پناهش نگهبان باشد آمین. خی مابا امینه جان کجا میرید؟ آمین. استی داخل یه خوب شد که خون رفت، نرود خون پس نمیترسم که دولینیم در سرم نزند. من پس تنم خیلی زیخ شوم دولینیم بلند میشود خون میاد ای بینیم هم خیلی دید دولینی بلند شود هم خیلی میشد. بی سارا جان گفتم کو شب خون از کجا برآمده نمیداند بینی پیشی می بیند کو همش می سر به می بیاد و مجبور ای بینی میرد و پی گولی جان مرم او روز زاب غم داد گلیتین میخورم پسته یعنی زاب دارید می صافی جان؟ این زابم اپسنی دیه و اخی ورم کره رفتنش ممکن دیه اپسنی برای همین چی اپه شدن نکنی زابم رساد چیزی و ناویو ناایان هم خیلی میگرده دی جاتان در نمیکنه تو یکی ورم میکنه دی بعد اپسنی اصلاش نمیمتید. خب صافی جان زیق میشیم راستی خواننده هرچی که همین افیرا هست قطعی یکس گپ میزنی باز سبک میشی راست بی سارا جان راست کمتر هم یکان کسی گپ زنی دردای دیلت بر میشد سبک میشد میچ خیر. منم همین خانه میشنم گفتم که شب اما یک ایتاج بالا با یک دوگانم تاجیک زندگی میکنه یکی زیخ شدن پیشی همونا برفته گپ زده گیریه کره گشته با میبیام کمتر سبک شده. آهنگ پدر را برای آن نفرانی میخوانم که قبله‌گاه خود را گم کردند. قبله‌گاه خانواده را گم کردن شخصا به پدر خودم میبخشم. در عائله‌ای که من به دنیا آمدم به جز 5 دختر متاسفانه پسر نبود. پدرم مرا بچه‌م میگفت جوره جان گفته صدا میکرد شکرگزار بود که او تنها نیست. و منم میگفتم که کلان شدم برات چیزی میخواهی برات مهیا میکنم. منم آه قامتم شکست دنیا کتاب و بی‌معنی شد. اپه گولی جان خدا جان دائما ساز باشید. صافی جان این زاپه نگوی باور کن او شب مردکی بیچارم تلخ کف شد راهی نفسم محکم شد هرچی که باز ساز شدم دیلده نگروسکم یتیت راست هم خیر